و من هم با گزارش مسابقه ال کلاسیکو بارسلونا و رئال مادرید به شما سلام میکنم. اولین حمله رو بارسلون شروع میکنه، فرصت هم داره و ضربه هم میزنن و توپ با دخالت دروازه‌بان کورتوا. یامال فرصت به حتما درباره بازی قبلی هم حرف میزنیم. بروی دروازه، یه فرصت، یه ضربه و میره که دروازه باز بشه. رافی جذابی رو دیدیم، بروی دروازه برمیگردونن. هنوز فرصت به حمله های رئال نرسیده، حالا فرصت میرسه، حالا یه موقعیت، امباپه میره که دروازه رو باز بکنن با هم. امباپه هنوز هم امباپه گل چی کار میکنه امباپه؟ ترکون ورزشگاه رو. در تیم بارسلون اولین نفر لهستانی، آخری هم که لواندوفسکیه او هم لهستانیه و امباپه جشن شادمانی خودش رو به پا میکنه. بالده، یه فرصت، یه حرکت، رافینیا ضربه رو میزنه و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. مدافعان میانی سالهای دوره تیم بارسلون کجا؟ یه فرصت برای تیم و ضربه‌ای که میزنن و نهایتا توپ به کرنر میره. حرکت، فرصت برای بارسلونا میره برای گل مساوی، بله گل مساوی و خوشحالی رو حالا به اردوی بارسلونایی ها میاره. این نوجوان یاما گل میخوره. از این ور واسکز فرصت داره، واسکز کاپیتان رئال مادرید نمیتونه. رودریگو دوباره برای واسکز، باید بندازه این طرف. فرصت برای رئال مادرید، ضربه‌ای که میزنن و ناتمامه. ضربه فدریکو والورده. حالا با این توپ چه خواهند کرد؟ یه فرصت، وینیسیوس میتونه حرکت بکنه. وینیسیوس حرکت کرد، وارد محوطه جریمه شد، میتونه حتی پنالتی بگیره. وینیسیوس هنوز صاحب توپ، ارسال به دروازه، برگشت توپ و حالا شوت از راه دور که بی ثمره و توپ بیرون رفته از این بازیکن ادواردو کاماوینگا. و حالا ارسال به دروازه، فرصت برای پنالتی است یا نه؟ خصوص اشاره میکنه که نه، بازی رو ادامه بدید. ویدیوی 7 دقیقه‌ای که رالیا اعتراض کرده بودن به اینکه او چرا داور این مسابقه است، حتما به یادش میاره اگه دیده باشه. و حالا ببینیم چه تصمیمی میگیره. پنالتی، بله پنالتی و کاماوینگا رو ببینیم جریمش چیه. 36 دقیقه لواندوفسکی بشماریم 3 2 1 توی دروازه. بارسلون 2-1 جلو میافته و همه چیز عوض میشه. رنگ در و دیوار ورزشگاه حالا از سفید به آبی و اناری تبدیل میشه. خط دفاعی هر دو تیم واقعا فاجعه ان و مهاجمان عالی. پس بازی پرگلی رو خواهیم دید. یه فرصت، رودریگو فرصت داره، حالا از این ور واسکز بروی دروازه و نمیذاره گل بشه. چزنی توپو میگیره این دروازه با. فرصت برای بارسلونا، حالا یه موقعیت دارن، میرن برای گل سومشون. یه ضربه سر توی دروازه، میترکونه ورزشگاه رو. رافینیا چه کار میکنه؟ نگاه کنید. جالب اینم بگم که قبل از بازی اصلا تو خیلی از آرنج‌های پیشبینی و احتمالی سایت‌ها اسنسیو به جای شوامنی بود، ولی در بازی شوامنی اومد و اسنسیو رو نیمکت نشست. یه فرصت دیگه برای گل چهارم بارسلونا. چه کار خوبی میکنن. رودریگو میتونه رئال تو این بازی تا قبل از پایان نیمه گل بزنه یا نه؟ نگاه کنیم. فرصت برای واسکز به بیرون، به عقب، دوباره برمیگردونن. باز هم امباپه، ضربه سر، یه فرصت، یه موقعیت، حالا شاید بشه گل. نه، باز هم شزنی میاد و توپو میگیره. یه حرکت، یه فرصت، ضربه‌ای که میتونه به طوق دروازه بره. تیم 1-0 جلو افتاده، کنار 3-1 عقب مونده از بارسلون. میزنه توپو، اشتباه، فرصت. حالا ضد حمله بارسلون به کجا خواهد رسید؟ نگاه کنیم. حرکت رافینیا میره برای گل. رافینیا پاس، گل، بله گل چهارم برای تیم بارسلونا. این بار بالده میزنه. یه پاس گل داده، بالده یه گل زده، یامال یه گل زده و لواندوفسکی هم یه گل. یه فرصت حالا برای رئال مادرید تا بتونه یه گل دیگه اینجا به ثمر برسونه، ولی رودریگو رفت برای گل پنجم بارسلونا. نگاه کنیم صحنه رو. فرصت، بله گل پنجم. چی کار کرد اینجا رافینیا؟ شده همون رافینیای اول فصل، درخشان و با شکوه، بی نقص و واقعا میتونم بگم خوش استیل. خیلی خوب، کار عالی بارسلونا. پاس مودریچی میده، پاسایی که مودریچ تو اون کارها خبره است. یه کار خوب. حالا میتونه ببینیم نظر داور چیه. کارت زرد عجیبش در آورد. امباپه رو
از این زاویه هم ببینیم، پا روی پایه امباپه، وی ای آر، خطا که گرفته شد و کارت قرمز هم بیرون آمد. قرمز برای شزنی. حالا باید تعویض انجام بشه، به خصوص اگر این توپ گل بشه رئال امیدوار خواهد شد. رودریگو میزنه و گل توی دروازه. پنیا چه دروازه‌بانی کرد، نیومده گل خورد و حالا بازی شد 5-2. 3 گل اختلافه. حالا نیم ساعت 3 گل، رئال 3 گل لازم داره. نگاه کنید چه گلی، چه ضربه ای. بعد چانسی هم آورد، تو به تیر خورد و رفت توی دروازه. حالا ضربه ایستگاهی که لوکا مودریچ خواهد زد. نه اون نمیزنه. رودریگو یه بار دیگه خوشش اومده از اینکه با ضربات این گونه گل بزنه. امباپه چه دریبل قشنگی میزنه. امباپه حالا بیلینگام، ضربه بیلینگام نمیتونه بزنه. جود تایم بود، وقت گل زدن بیلینگام بود، اما بخت او با این گل باز نشد و نتونست که 1 دقیقهش گذشت. حالا رئال 7 دقیقه وقت داره و 3 گل نیاز داره. فرصت برای رئال. چه خواهد شد؟ چه بازی هیجان انگیزی شده. یه بار دیگه رئال مادرید بری دروازه، یه ضربه سر. رودیگر دیگه خط دفاعی رو ول کرده. کنده، اولمو، فرصت برای بارسلون. یه بار دیگه باز هم اولمو، از این ور کنده بری دروازه. بارسلون نه. 33 دقیقه از نیمه شب گذشته. بازی جذاب رئال و بارسلون. امباپه گل میزنه. نه، پنیا نمیذاره گل بزنه. نیمه پایان بازی تمام. داور زودتر سوتا میزنه اینجا و کار تمام میشه. بارسلون قهرمان سوپرکاپ فوتبال اسپانیا میشه و جام رو میگیره دوباره از رئالی ها. پیارسال بارسا اول شد، پارسال رئال و امسال دوباره بارسلونا قهرمان شد.